سلام، خوش اومدیم به پیج شیدا. امروز قراره با نخ رافیا این توتبک زیبا رو ببافیم که خیلی هم برای بهار و تابستون طرفدار داره و ترنده. قبل از شروع یادتون نره که پیج رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما کامنت بذارین تا ویدیو به دوستان بیشتری که علاقه به آموزش بافت کیف دارن نشون داده بشه. برای شروع باید یه گره رو قلاب با نخ رافیا درست کنیم. دو طرف نخ رو چند بار میکشیم تا گره روی قلاب فیکس و محکم بشه. من برای این کیف 52 تا زنجیره میزنم. شما میتونین بر اساس سلیقه خودتون تعداد زنجیره بیشتر یا کمتری رو بزنید. اگر کیف بزرگتری میخواین زنجیره های بیشتر و اگر کیف کوچکتری رو مد نظر دارین زنجیره ها رو کمتر بزنید. هر زنجیره یه قسمت روی کار داره و یه قسمت برای پشت کار. ما قراره قسمت پشتی زنجیره ها رو ببافیم. اینجا الان قسمت روی زنجیره است که ما باش کاری نداریم و میخوایم قسمت پشت زنجیره ها رو ببافیم. برای شروع زنجیره اول رو نمیبافیم و بافت رو از قسمت پشت زنجیره دوم شروع میکنیم. مدل بافتمون هم پای کوتاه هست. تمام این کیف با پای کوتاه بافته میشه.
بافتمون به این شکل در میاد. حتما تعداد زنجیرهایی که پای کوتاه میبافین رو بشمرین. ما 52 تا سر انداختیم که یک زنجیره اول رو نبافتیم، پس باید 51 پای کوتاه ببافیم. پنجاه و یکمین دونه رو هم میبافیم و رج اول تموم میشه. نگران این پیچ و تاب نباشین که توی رج اولتون افتاده. این اتفاق تا رج پنجم ششم هم میفته و به خاطر سبک بودن نخ رافیا هست. وقتی که این پارت از کیف رو بافتین و این قسمت سنگین تر شد دیگه پیچ و تاب نداره. حتی میتونید برای اینکه خیالتون راحت تر بشه وقتی این قسمت تکمیل شد یه بخار کوچیک با اتو بهش بدین و دیگه با خیال راحت مطمئن باشین که پیچ و تاب نداره. برای رج دوم اول یه زنجیره میزنیم، بعد بافت رو برمیگردونیم و بین پایه های رج اول پایه کوتاه میزنیم. به این شکل رج دوم رو هم پای کوتاه میبافیم. برای شروع رج سوم دوباره اول یه زنجیره میزنیم و بعد بافت رو برمیگردونیم.
دقیقاً عین رج دوم بین پای کوتاه‌های رج پایین شروع به بافت می‌کنید. این کار رو ادامه میدیم تا 35 تا رج ببافیم. خب من 35 رج رو بافتم. همونطور که میبینی یه مستطیل تمیز داریم بدون پیچ و تاب که 52 تا سر انداخته بودیم و 35 تا هم رج رو بافتیم. برای تکمیل کیف ما نیاز داریم که یه مستطیل دیگه با همین ابعاد آماده کنیم. پس ما 2 تا مستطیل میخوایم. دوباره 52 تا سر میندازیم و 35 تا هم رج رو میبافیم. علاوه بر اون برای قسمت کناری کیف که بتونیم مستطیل ها رو به هم وصل بکنیم ما یه قسمت دیگه هم باید آماده کنیم که میریم اونو ببافیم. برای قسمت کناری دیواره کیف ما دوباره باید یه گره روی قلاب درست بکنیم. این بار ما 14 تا سر میندازیم. مثل قسمت مستطیلی کیف قسمت روی زنجیره رو نمی بافیم و بافت پای کوتاه رو از زنجیره دوم و قسمت پشت زنجیره ها شروع می کنیم.
آخرین پایه کوتاه رج اول رو هم که میشه 13مین اون رو هم میبافیم. چرا شد 13 تا؟ ما که 14 تا سر انداختیم، چون میدونید که ما اولین زنجیره رو نمیبافیم و بافت رو از زنجیره دوم شروع میکنیم. پس 13 تا پایه کوتاه بافتیم. برای شروع رج دوم اول یه زنجیره میزنیم، بافت رو برمیگردونیم و بین پایه های رج اول رو شروع میکنیم پایه کوتاه زدن. هم میشه رج دوم. برای رج سوم یه زنجیره میزنیم، بافت رو برمیگردونیم و مثل رج قبلی ادامه میدیم. برای اینکه بدونیم این دیواره اطراف کیف رو باید چند تا رج ببافیم، باید تعداد دونه های سزل اطراف مستطیل رو بشمریم. همونطور که تو تصویر قبلی براتون مشخص کردم، تعداد دونه های 3 تا زل مستطیل رو اگه بشمریم میشه 121. پس باید 121 رج من برای این قسمت کیف میبافتم. 2 تا هم مستطیل آماده کردیم که برای قسمت جلو و پشت کیف هستش. قبل از اینکه قسمت‌های مختلف کیف رو به هم فیکس کنیم، باید نخ‌های اضافه رو پشت کار پنهان بکنیم. حتما حواستون باشه که این نخ‌ها باید قسمت پشت کار پنهان بشن. با استفاده از یه سوزن که بهتره سوزن درشتی باشه و چه بهتر که سوزن کوب لندوزی باشه، نخ رو پشت کار پنهان میکنیم مثل ویدیو.
خب الان باید 3 تا قسمتی رو که بافتیم به همدیگه متصل بکنیم. همونطور که میبینید دیواره‌ای که بافتیم و روی یک ضلع از مستطیل قرار میدیم، جوری که تمام دونه ها روبروی هم قرار بگیرن که موقع بافت به مشکل نخوریم. اولین زنجیره مستطیل و اولین زنجیره دیواره رو با هم میگیریم، نخ رو از وسطش رد میکنیم و یه پای کوتاه میبافیم. دومین زنجیره از مستطیل و دومین زنجیره از دیواره رو هم میگیریم و مجدداً یه پای کوتاه میبافیم. این نخ اضافه رو میذاریم برای قسمت نهایی که قسمت پشت کار باید پنهانش کنیم. دور تا دور بدنه کیف رو باید به همین شکل ببافیم، به جز کنج‌های اضلاع مستطیل که نکته داره. به این شکل دو قسمت کیف به هم متصل میشن و یه بافت تمیز و یک دست دارید. بافت رو ادامه میدیم تا به کنج مستطیل برسیم و اونجا نکتهش رو بهتون بگم. قسمت کنج این مستطیل که آخرین دونه میشه باید داخل زنجیره 2 تا پای کوتاه ببافیم. این کار رو میکنیم که اون حالت گرد قسمت پایینی کیف رو بتونیم به وجود بیاریم.
اولین پای کوتاه و داخل همین زنجیره دومین پای کوتاه رو هم میبافیم. ادامه ذیل رو هم مثل قبل دونه ها رو روبروی هم قرار میدیم و داخل هر زنجیره از مستطیل و دیواره یه پای کوتاه میبافیم تا انتهای ذیل. آخرین پای کوتاه رو هم که بافتیم باید برای یک دست شدن بافتمون دوباره از همون جایی که آخرین پای کوتاه رو بافتیم تا انتهای ضلعی که دیواره کیف هست دوباره پای کوتاه ببافیم. بافت که تموم شد یه زنجیره میزنیم و نخ رو میبریم. حالا اضافه نخ رو از داخل زنجیره بیرون میاریم. نخی که باقی مونده رو تو قسمت پشتی کار پنهان میکنیم. نوبت میرسه به اتصال مستطیل دوم که مثل همون قسمت اول دونه ها رو روبروی هم قرار میدیم و شروع میکنیم پای کوتاه زدن. داخل کنج ها رو 2 تا پای کوتاه میزنیم و این کار ادامه میدیم تا ذیل ها به هم متصل بشه. آخرین پای کوتاه رو هم که بافتیم
شروع میکنیم مثل قسمت قبلی دور تا دور ضلع مستطیل و دیواره رو هم برای یک دست شدن پای کوتاه میزنیم. آخرین رجی که قراره ببافیم بهش میگیم دورگیری و اون به خاطر این هستش که این کنج‌هایی که یه موجی ممکنه توشون افتاده باشه با عضلا یک دست بشن و کار ما یه کار یک پارچه و شیک و تمیزی در بیاد. بهش میگیم دورگیری یا شلال زدن که الان بهتون نشون میدم چطور باید انجام بدید. آخرین پای کوتاه رو که بافتیم شروع میکنیم به دورگیری. چجوری دورگیری؟ شما باید قلاب رو بندازین داخل اولین زنجیره‌ای که بافته بودیم، نخ رو میاریم بیرون و از حلقه‌ای که روی قلابه عبور میدیم. دوباره نخ رو میاریم بیرون و از داخل حلقه‌ای که رو قلابه عبور میدیم. میبینید که چقدر یک دست و صاف میشه کار. یه بار دیگه. این کار باعث میشه کنج‌ها کاملا صاف در بیاد. یک بار دیگه. خب دورگیری باعث میشه که لبه کار ضخامت بیشتری داشته باشه، ایستایی کار بیشتر میشه، دور تا دور عضلای کار یک نواخت هستن و کار شیکتر و تمیزتری بهتون میده. برای اینکه دورگیری رو تموم بکنیم یک دونه از زنجیرها که مونده کار به پایان برسه اون رو نمی بافیم و نخ رو همینجا قیچی میکنیم. حالا اضافه نخ رو میاریم بیرون قلاب رو میبریم داخل اولین دونه‌ای که بافته بودیم، دورگیری کرده بودیم و شلال زده بودیم. از قسمت قلاب رو از قسمت پشتی زنجیره وارد میکنیم. قلاب رو از قسمت پشتی زنجیره خارج میکنیم، نخ رو ازش عبور میدیم،
حالا قلاب رو از یه دونه زنجیره عقب، چون این وسط یه زنجیره رو خالی گذاشتیم و نبافتیم دیگه، از زنجیره آخری که دورگیری کردیم از قسمت وسط زنجیره ها قلاب رو عبور میدیم. همطور که میبینید داخل ویدیو از قسمت وسط زنجیره عبورشون دادیم. اضافه نخ رو میکشیم داخل و تمام. همطور که میبینین دونه آخر هم شکلش دقیقاً مثل بقیه دونه هاییه که برای دورگیری بافتیم. ادامه نخ رو هم با سوزن داخل کار پنهان میکنیم. خب همونطور که میبینین بدنه و دیوارهای کیف کاملا به هم متصل شده و کیف تقریبا آماده است. فقط میمونه که بندای کیف رو نصب بکنیم. برای بند کیف من بند کیف چرمی در نظر گرفتم. شما میتونید زنجیر براش انتخاب بکنین یا حتی از جنس خود بدنه کیف هم میتونین انتخاب کنین. برای اتصال بند کیف شما اول باید قسمت نما و روی کیف و پشت کیف رو که بندها روش قرار میگیرن اندازه بزنین. من این مستطیل رو اندازه میزنم، از این سر تا این سر تقریبا 32 شده که وسط کار حدودا میفته 16. قسمت وسط کار رو با یه مارکر یا هر چیزی که دارین علامت میزنین. حالا بعد تصمیم بگیریم که بندها میخوان به چه شکل باشن یا تا چه اندازه فاصله داشته باشن از هم قشنگتر میشن. من از قسمت وسط کیف که علامت زدیم حدود 6 سانت از هر طرف رو برای اینکه بخوام بند رو در اونجا بدوزم در نظر میگیرم. به نظر من با همون نخ رافیا و سوزن، یعنی همرنگ کیف بافته بشه، کار قشنگتری هستش. پس بند رو با همون نخ رافیا و سوزن به کیف فیکس میکنم. من این بند رو به شکل ضربدری میدوزم، یعنی نقشی که روی بند ایجاد میشه حالت ضربدری داره. شما میتونید به سلیقه خودتون هر جور که دوست دارین دوخت بزنید.
طرف دیگه بند رو هم به همین شکل فیکس میکنی. توت بگ زیبای ما آماده است. امیدوارم که ببافید و ازش لذت ببرید.